اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لعن الله قاتلیک و ضاربیک و ظالمیک و قاسبی حقک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا سلام الله علیه. عرض سلام و درود دارم خدمت تمام دانشجویان و دانشپژوهان عزیز. این بار تکثیری براتون آماده کردم برای پیروز شدن و غالب شدن در برابر تمام دشمنانتون. گاهن پیش میاد که دوستان مراجعه میکنن و میگن حالا ما دشمنانی داریم یا دشمنی داریم که هر بار یک آسیبی بهمون میزنه یا برامون پاپوش درست میکنه. میتونن از این تکثیر استفاده بکنن و جواب 100% بگیرن انشالله. شرایط کتابتش به این صورته: اول اسراف و عمار مکان انجام باید بشه، مداد مشکی که با تیغ تراشیده شده باشه، کاغذ سفید یا قرمز. روز کتابتش هم روز سه‌شنبه باید باشه بعد از طلوع آفتاب. ایام نحس و قمر در عقرب نباید باشه و این تکثیر هم نیازی به توکیل نداره و فقط نوشتن اسم خودتون و اسم مادرتون کفایت میکنه. یه نکته ای داره این تکثیر، این که باید هرز همراهتون داشته باشید یا سپر همراهتون باشه. توی درسای قبلی یه دونه تحسین گذاشتم، میتونید اون رو بنویسید و همراهتون باشه و بعد بیاید و این تکثیر رو استفاده بکنید. بخور تخصصی این عمل پنجه مریم یا کف المریم، لبان الذکر، پودر زنجبیل و جاوی قرمز هست که به اندازه یکسان با هم مخلوط میکنید و استفاده میکنید. بخور عمومیش هم که کندر خوراکی و تخم گشنیز هستش. اما خود تکثیر، ما اول میایم از جدول حروف شروع میکنیم. اول میکشیم جدول رو و بعد به این صورت نوشته میشه. غالب یکی از اسماء الله هستش. سطر بعدی ما از قاف باید شروع بکنیم، بعد الف، بعد لام و بعد با. سطر بعدی هم به همین صورت، اول قاف بعد الف. یعنی همیشه توی هر سطرمون باید به صورت قالب نوشته بشه. بعد از اینکه این تکثیر رو کشیدیم و نوشتیم، میایم سراغ این یکی. اول جدول رو میکشیم از کوچکترین عدد به بزرگترین عدد شروع به نوشتن میکنیم. کوچکترین عدد ما 3050 هستش. می نویسیم. عدد بعدی 3051، عدد بعدی 3052 و همینطور اعداد رو بالاتر شروع به نوشتن میکنیم که آخرین عددمون 3067 هستش. بعد از نوشتن و کشیدن این دوتا وفق، میایم نام و نام مادرمون رو بزرگ زیر دوتا وفق می نویسیم. یعنی طوری می نویسیم که یک قسمتی از ناممون زیر جدول اول و نام مادرمون زیر جدول دوم قرار بگیره. برای تقویت این تکثیر 2 تا کار میتونید انجام بدید. 1. به مدت 40 یا 21 روز هر روز به تعداد ابجد نام و نام مادرتون ذکر یا غالب گفته بشه. دومین عملی که میتونید انجام بدید، در یک مجلس 7 مرتبه سوره مبارکه یاسین رو باید بخونید.
که پیشنهاد من به شما 40 روزه هستش و باعث تقویت بسیار زیادی میشه. و در آخر شرط اجابت این تکثیر، اول دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی عجل الله هستش، دعا برای اجابت حاجات استادم و خانواده محترمشون و بنده و خانوادم هستش، و در آخر پخش کردن دروس اینستاگرام هستش که به دست دوستانتون و عزیزانتونم برسه و بتونن از این استفاده بکنن. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. من از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا نگهدارتون.